بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام خود را به کافه ملت افغانستان، بالخصوص به جوان کانکوریانی که کانکور انشاءالله میخواهند سپری کنند در سال 1405 تقدیم می‌دارم. ثانیاً دوستای نهایت عزیز و گرامی، شاگردان عزیز، ما میخواهیم در قسمت راهنمایی کانکور شما که شما چگونه به کانکور اشتراک بکنین و چگونه سوالات خود را حل بکنین، در ضمنش کلید فرم خود در واقع انتخاب بکنین و همچنان انتخابای پنجگانه داشته باشین. در موارد مختلف میخواهیم به صورت دقیق انشاءالله به شما دوستان نهایت عزیز و گرامی راهنمایی بکنیم. لطفاً دوستان نهایت عزیز ما را فراموش نکنین. میریم به سوی راهنمایی برنامه ایمان. اولین چیزی که مهم است راهنمایی کنکور سال 1400 در واقع 5 است. دوستان نهایت عزیز و گرامی، طوری که معلوم هست از طرف وزارت کنکور هر ولایت در واقع چی شده، زمانش، تاریخ برگزاریش اعلان شده و همچنان اکثر ولایت را دیده رایستیم که بایومتریک ها در جاهای مشخص هستند. برین در سایت های بایومتریکی که از طرف نهادهای تعلیمی در هر ولایت یا از طرف وزارت معارف افغانستان اعلان شده. اولین وظیفه و رسالت شما آوردن کارت امتحانتان هست. دوستای عزیز، شما کارت امتحانتان و بایومتریکتان در واقع چه کار بکنین؟ ختم بکنین، بایومتریک شین و کارت امتحانتان تسلیم شین. کارت امتحان شما دوستای نهایت عزیز و گرامی میبینین در اینجا نام شما ذکر است، اسم پدرتان ذکر است و در ضمنش پدرکلان، سال تولد، سال فراغت و همچنان دیگر عکستان در اینجا چی است، کار در کارتان موجود هست. ایرا در اولین کار میکنین، ایرا در واقع چی شین؟ تسلیم بگیرین. از طرف نهادها برای شما تاریخ برگزاری امتحان گفته شده که در کدام محل در واقع در هر ولایت در چه شین حاضر شین. و سومین وظیفه شما دوستان نهایت عزیز داشتن تذکره اصلی هست، یا تذکره اصلی داشته باشین، یا ای که کارت شما در کارت را که قبلا برای شما گفتم او بوده باشه، یا دوستان نهایت از گرامی پاسپورت اصلی داشته باشین. یک از ایام بوده باشه شما میتونید در جریان امتحان در واقع چه کار بکنین؟ اشتراک بکنین. شما باید قلمای منظم داشته باشین، یک دو سه تا قلم با خود ببرین، چرا که اگر یک قلم ببرین ممکن در اینجا قلمتون خراب شود و بازو وقت با مشکل مواجه نشین. حداقل یک دو یا سه قلمی که رنگ سیاه داشته باشه انشالله انتخاب بکنین. از بردن اینی مسائل خودداری کنین. مثلا چی هست؟ موبایل هست، گوشی هست، بلوتوت هست، ساعت‌های هوشمند هست، ماشین حساب هست، کتاب و کتابچه و ورق و اینا را با خود نبرین. اینا کاملا از طرف نهادها در واقع ممنوع اعلان شده. درست اینا را با خود نبرین. یک چیزای اضافی اگر ببرین از شما گرفته میشه، کسی هم نمیگیره، بگیره دوباره پیدا کردن نمیتونین. زمانی که استادم در داخل صنفتان برایتان فرمتان را توضیح میکنم، شما 3 نکته کلیدی را به یاد داشته باشین. اولی که زمان برای شما کارت ثبت اولا کارتتان در اختیارتان است. اما کارت ببینین یک آیدی مشخص داره. مثلا فرد شما ببینید آیدیش نوشته است که 010 28 290 91 هست. شماره فرم شما نمی آیدی نمبر بوده باشه و شماره کلید جوابات شما باید نمی نمبر بوده باشه. درست شما ببینین شماره آیدی هم همین نمبر هست و شماره فرم هم که شما میبینین در واقع اینمی 3 تا با هم دیگر چی هست؟ یکسان هست. اگر در جایی که میبینین اینمی 3 تا شماره با هم دیگر یکسان نبوده باشه، از استاد ممتحن یا راهنمایی که برای شما تعیین شده از او پرسان کنین که مشکل شما را در واقع چه بکنه؟ حل بکنه. کلید جوابات مهمترین بخش شماست. کلید جوابات شما از ورق خاصی که ساخته شده، ماشین هایی که نمی کلید جوابات کلیدش میخونه، یادتان باشه دستایتان مثلا دستایتان پاک بوده باشه، عرق کردین ورد دستتان نگیرین، دستتان پاک بکنین. زمانی که انتخاب میکردین کلید خانه پوری میکردین زیاد فشار نتین که او سوراخ نشه. دیگه دوستان نهایت عزیز ورقتان قاط نکنین. قاط کردن ممکن در اون صورت ماشین ها بسیار حساس است، همین کلید جوابات شماره را به طور مثال نخوانه. یا دوستان نهایت عزیز و گرامی خطک نکنین. بجز آنمی که دایره مشخص برای شما داده شده، آنم دایره بسیار به صورت منظم داخل پر می‌سازین، از آنم خارج نمی‌سازین. و همچنان دوستان عزیز در فرم شما 2 امضا هست. فکرتان بوده باشه یک امضای داوطلب هست، یک امضای ممتحن، کسی که استاد به شما راهنمایی میکنه. دوستان عزیز در داخله بسیار امضای خرد بکنین، از این چوکات چی نشه و خارج نشه. اگر چوکات خارج شد ممکن به فرمتان مشکل زا شود و در عین زمان ممتحن هم طور امضا میکنه که از این دایره چی نشه و خارج نشه. در شماره 14 متوجه باشین زمانی که فرم سوالاتتان را میگیرین، هر
ما 4 بخش داریم. یک بخش ریاضیات هست، بحث علوم طبیعی است، بحث علوم اجتماعی است، بحث علوم السنه و جیولوژی هست. هر کدامش از خود یک دقایق خاص خود داره، فقط مطابق با اون دقیقه شما چیکار بکنین، عمل بکنین. ببینین در اینجا ما مثلا از سوال 1 تا سوال 43 هست، تا سوال 43 دوستان از سوالات ریاضی است که 65 دقیقه وقت داره، وقتتون رو مدیریت کنین. زمانی که پرسه ما ختم میشه یادتان بوده باشه که ما 5 تا رشته انتخاب داریم. درست زمانی که 160 سوال برای شما داده شد، 160 سوال حل کردین، باز میرین نظر به توانمندی تان. یک کسی که مثلا بالاترین سوال حل کرده 150 سوال بالاتر از میتونه رشته طب را انتخاب کنه، بعد از اون درجه را پایینتر بیارن رشته انجینری و اقتصاد و دیگه به این شکل شما میتونین پانزه‌هایی که نمرات کمتر داره دیگه چی میکنین، انتخاب میکنین. هرگاه داوطلب را شما میبینیم یگان کسا هستن که فرم میگیرن در جیبشان میندازن یا با خود با خانه بیارن یا به مشکلات دیگه. با دو صورت خدای نخواسته استاد ممتحن متوجه شوه به عنوان یک متقلب پارچه در واقع چی نشه و خراب نشه. در این قسمت هم شما متوجه باشین، فرمتان، کارتتان، کتابچه‌تان، بسیار کتابچه کلیدتان را به استاد چیکار میکنین، تسلیم میکنین. و ورق جوابات هست. در این دقیق دوستان عزیز متوجه باشین، در ورق جوابات چند نکته را فراموش نکنین. یک بحث آیدی هست. آیدی تان از طرف سیستم، از طرف وزارت منظم درج است. شما با آیدی هیچ کاری ندارین، یعنی خانه را بگیرین به نام آیدی هست. این از طرف وزارت آیدی تو کلید شدگی هست، دیگه ضرورت نیست تو را در واقع چی بسازه، سیاه بسازه. اون مربوطی تو نمیشه، اون مربوط وزارت میشه، با او هیچ کاری نمیگیری. دوستان عزیز این را باید بسیار متوجه باشیم، طرز سیاه کردن درست و طرز سیاه کردن اشتباه هست. با حذفی که یک جوان یک سوال حل میکنه، با حذفی که میفهمه که نمی سوال ما کاملا درست است، کاملا حل کردیم، اگر اینمی نکات را متوجه نباشه اونم سوال جمع سوالات اشتباه گرفته میشه. یک، شما داخل دایره را طوری سیاه بکنین دوستان عزیز، نه از دایره خارج شوه، نه داخل دایره کنم سفیدی باقی بمانه. باز اونقدر فشار هم نتین خدای نخواسته ورقتون سوراخ شوه. درست طوری که منظم برابر دایره چیکار میکنین، سیاهکاری میکنین. درست. و این سیاه کردن درست ماست که به اون شکل هست. سیاه کردن اشتباه چگونه است دوستان عزیز؟ مثلا نصف اونم دایره که سیاه میسازه، نصف سیاه نمیسازه. سوال تو اشتباه هست، اما ماشین ایره نمیخونه، مطلق اشتباه گرفته میشه. تو گرامی در اینجا شما متوجه باشین که امضای داوطلب هست. گفتم طوری امضا بکنین که از دایره خارج نشه و در عین زمان اینجا امضا عکس شماست، امضای ممتحن، استادی که برای شما راهنمایی میکنه اونجا امضا میکنه که از دایره چه نبوده باشه، خارج نبوده باشه. دوستان نهایت عزیز و گرامی، به ادامه توضیحاتی که در مورد کنکور دادیم، در این بخش برای ما دو چیز توضیح کرده میشه. یک بخش مکلف جوابات هست که دارای 160 سوال هست. بخش دیگه ما فرم 160 سوال کنکور هست که برای ما داده میشه. این دو گزینه داده میشه. درست. شما هم به اطمینان کامل و خاطر جمع به توفیق پروردگار عالم گفته بسم الله الرحمن الرحیم فرم چیکار میکنیم، باز میکنیم. دوستان عزیز، فرم که شما باز کردین، ما به عنوان نمونه فرم را که انتخاب کردیم از دو مرکز آموزشی هست. یکی هم مرکز آموزشی قهرمان و دیگه هم مرکز آموزشی انجینر صاحب شعیب در ولایت زیبای کابل کوټه سنگی. در قسمت دوستان نهایت عزیز و گرامی 43 سوال ریاضی داره. چند سوال ریاضی داره؟ 43 سوال. و هر سوالتون 4 تا گزینه داره. یک تاش درست و 3 تاش هم در واقع چی هست؟ اشتباه هست. میم در سوال اولی ریاضی ما شما سوال در کتابچه‌تون چی میکنین؟ حل میکنین. در ورق جواباتتون دست نمیزنین. هیچ عنوان در خود پارچ اما سوالاتی که 160 سوال برای شما داده میشه در او حل بکنین. از 4 تا گزینه فرض بکنیم گزینه اول صحیح شد. اینجا شما ببینین ریاضیات هست. شما جواب رو پیدا کردین، گزینه چندم درست است، گزینه دوم درست است. من دوستان عزیز کاملا داخل دایره سیاه میسازین. نه از دایره خارج شوه و نه در داخل دایره کدام سفیدی باقی بمانه. درست. کاملا را چی میکنین؟ سیاه میسازین. این سوال اول ریاضی خود را حل کردین. درست. حالا دوستان عزیز من به سوال دوم ریاضی را حل بکنین. فرض کنیم گزینه سوم درست است. در اینجا را در واقع چی میسازین؟ کلید میسازین. درست. کاملا داخل دایره را دوستان عزیز سیاه میسازین. سوال سوم ریاضی خود را حل میسازین. مثلا کلید گزینه اول درست باشه،
می دوستان عزیزان گزینه اول در واقع چه کار میکنه انتخاب میکنه. یعنی 43 سوال ریاضی خود را که حل کرده دوستان عزیز، آخرین سوال 43 سوال ریاضی دارین. فرض کنیم گزینه چهارم درست بوده باشه، شما من این را در واقع چه میکنین؟ کلیک میکنین. ریاضی ما زمان داره، در همون زمان 65 دقیقه که برای شما فرصت داده شد 43 سوال ریاضی کاملا چه میشه دوستان عزیز؟ تکمیل میشه. بعد از سوالات ریاضی دوستان عزیز شما ببینین این را به کلید جواباتتان رساندین. اینجا به نام علوم طبیعی داریم، درست؟ در بخش علوم طبیعی ما دوستان عزیز گرامی ما از سوال چند شروع میشه؟ از سوال 44. مثلا در سوال علوم طبیعی کدام مضامین است؟ مضامینان مانند فیزیک و ریاضی و کیمیاست. اینا را در واقع شما چی میسازین؟ حل میسازین. در بخش علوم طبیعی برین ببینین که کدام سوال هست، کدام چهار جواب درست است. فرض کنیم در بخش علوم طبیعی گفته باشه که بنیانگذار اتم کی هست. ما یا بنیانگذار اتم کدام عالمی چند صد سال قبل از میلاد کدام اتم در واقع چه کار کردن؟ بنیانگذاری کردن. میگیم گزینه سومش فرض کنین دموکرات باشه 400 سال قبل از میلاد. این بین گزینه سوم در واقع چه بسازین دوست عزیز؟ کلید بکنین. سوال 45 تان بخش علوم طبیعی مثلا یک سوالی بوده باشه، کدام گزینه‌اش درست باشه؟ اول. بین مثلا اول کلید کنین، درست؟ سوال 46 علوم طبیعی تان به همین شکل فرض بکنیم گزینه سومش درست باشه، این را بیان کلید بکنین دوست عزیز دم ستونش. با گزینه مثلا سوال 47 مش دوست عزیز شما سوال میخوانین 4 تا گزینه داره، 1 تا درست 3 تا اشتباه. اما تا 47 مثلا گزینه اول درست باشه، بین اینجا در واقع گزینه اول چیکار کنین؟ کلید. همین تو ادامه میتین بالاخره علوم طبیعی تا سوال 85 هست. سوال 85 فرض دهید بگیرین گزینه اول درست باشه، اینا چی میکنین؟ کلید میکنین. بخش علوم طبیعی ما هم چی شد؟ خلاص شد. بریم به سوی علوم اجتماعی که علوم اجتماعی ما از سوال 86 الی 124 است. دوستان عزیز در بخش علوم اجتماعی چون مضمون تاریخ، جغرافیا، علوم دینی را در بر میگیرم. اینجا سوال 86 ممکن در مورد تاریخ یک سال تولد یک پادشاه بوده باشه یا به طور مثال سرحدات افغانستان بوده باشه. در اینجا نوشته میکنیم گفته شده که به طور مثال کدام گزینه درست است. در همین سوال 86 4 تا گزینه اول، دوم، سوم، چهارم یکیش درست است. کدامش درست است؟ گزینه دوم درست بوده باشه. گزینه دوم در واقع چی میسازیم دوست عزیز؟ سوال در اینجا میخوریم، بعد از اینکه خواندیم گزینه را دیدیم در اونجا در واقع کلید جواب رفته و را چی میکنیم؟ کلید میکنیم. سوال 87 به این شکل گزینه فرض کنین چهارم درست بوده باشه. سوال 88 مثلا بعد از اینکه حل کردین در کتابچه‌تون میبینین اول درست باشه. سوال 89 در کتابچه‌تون حل بکنین بخوانین ببینین به طور مثال گزینه سوم درست بوده باشه. بالاخره هم تو ادامه میتین در بخش علوم اجتماعی تا سوال 124. سوال 124 مثلا گزینه چندم درست باشه؟ دوم. یک کلید در واقع چی میسازیم؟ کلید میسازیم. و بعد از دوستان عزیز از اینکه بگذریم بحث السنه میرسیم. در بحث السنه شما مضمون مانند ادبیات دری را داریم، شما در عین زمان ادبیات پشتو را داریم و سوالات جیولوژی را در بر میگیره که اینا از سوال 125 الی 106 هست. مثلا در دری گفته بوده باشه که مولانا در کدام سال به طور مثال متولد شد. کتاب بخونین یک سال تولدش درست است، 3 سال دیگه اشتباه باشه، اما سال اولش فرض بکنین گزینه اول درست باشه. بین در داخل دایره را در واقع چه کار بکنین؟ سیاه بسازین. سوال 126 میتونه بخونین هر کدامش که صحیح بود. مثلا سوال 126 گزینه سوم درست است. مثلا سوال 127 مثلا گزینه اول درست است. کتابچه تا بخون از اون 4 تا 1 تاش درست 3 تاش اشتباه اما صحیح شده اینجا در واقع چه میکنه؟ میرسونه. بالاخره سوال 160 است. دوستان عزیز بخونین هر گزینه که درست بود از 4 تا گزینه 1 تاش درست است. بین مثلا گزینه اول درست باشه اینا در واقع چیکار کنین؟ انتخاب کنین. یعنی 43 سوال ریاضی و همچنان بعد از علوم طبیعی علوم اجتماعی و السنه 160 سوالی است که دوستان عزیز ما شما در کلید جوابات در واقع چه کردیم؟ حل کردیم. حالا میریم به سوی که در واقع 5 تا انتخاب ما. دوستان نهایت عزیز و گرامی به ادامه درسمان گفتیم زمانی ما 160 سوال خود را حل کردیم. زمانی که 160 سوال خود حل کردیم با خودتون فکر بکنیم دقیق که چند سوال ما درست است چند سوال ما اشتباه است. اگر دیدین که تعداد سوال زیاد حل کردین مثلا از 150 بالا حل کردین میتونین تیپ انتخاب بکنین، درست؟ مثلا یک شاگرد میگه استاد من 157 سوال حل کردم و اطمینان هم دارم 155 سوال حل کردم، درست است. وقتی که حل کردی برو اولین
15 را که دوست داری علاقه داری، مثلا اگر تی باشه تی به انتخاب کو. اگر خدای نخواسته اشتباه بکنی کد نمبر یک پانتون دیگه را در واقع درج کنی، درست کد نمبر تو را نرسانی، احتمال داره با حل کردن 157 سوال هم در تعلیم تربیت کامیاب شوی. درست؟ خیلی به خاطر انتخاب، به خاطر رشته دقیق کدش بسیار دقت کنین دوستان عزیز. مثلا این دوست ما 15 طب معالجه کابل را انتخاب میکنن، وقتی انتخاب کرد 5 تا انتخاب گفتیم برای ما داده میشه و در یک کد رشته 15 طب ما هر پانتون هر 15 از خود یک کد مشخص داره. میریم کد رشته 15 طب معالجه کابل چه میکنیم پیدا میکنیم. این 15 طب معالجه کابل دوستان عزیز کدش هم چند بوده؟ 1121. بین به ترتیب اینجا داخل هر خانه 1121. دوستان عزیز هر عدد را در ستونش در واقع چه میسازیم؟ سیاه میسازیم داخل دایره. یعنی عدد یک در ستونش بین اینجا در واقع چه میسازیم؟ ستونش سیاه میسازیم. با وصفی که اینجا هم یک بود، اینجا هم یک بود، اینجا هم یک، ولی اونا را سیاه نکردیم، هر عدد را به مراتب به ستونش سیاه میشه. خانه دومش هم عدد یک هست، در ستون داخل دایره را چه میسازیم؟ سیاه میسازیم. بعد عدد چند است؟ 2. داخل دایره شما کاملا سیاه بسازین، داخل دایره از دایره خارج نشن و آخریش هم در واقع چند است؟ یک هست، میم در ستونش سیاه میسازیم. حالا انتخاب اولی ما تکمیل شد دوستان عزیز. انتخاب دوم طور انتخاب کنین که نمراتش از انتخاب اول شما تقریبا 11 نمره الی 15 نمره تفاوت داشته باشه. درست؟ حالا انجینری سیول کابل را یا انجینری مهندسی کابل را کسی انتخاب میکنه بعد از تیپ. درست؟ نمراتش از تیپ کرده کمتر هست، بریم انجینری سیول انجینری کابل مثلا یا ببخشید انجینری هرات یا انجینری بلخ یا کسی انجینری تخار انتخاب میکنه. من مثلا انجینری چرا انتخاب میکنم؟ مثلا انجینری هرات انتخاب میکنم. میرم کد نمبرش پیدا میکنم چند است؟ 1543. اینجا کد نمبر دوستای عزیز نوشته بکنید. بعد از اینکه نوشته کردین میریم در هر کدام در هر ستونش سیاه میکنیم. میم عدد 1 را در ستونش سیاه میکنیم، عدد 5 را در ستونش سیاه میکنیم داخل دایره را، عدد 4 را همچنان دوستای عزیز در داخل دایره ستونش سیاه میسازیم و عدد 3 را در داخل ستونش در واقع سیاه کردیم. انتخاب دومی ما در واقع در کلید رساندیم، خلاص شد. میریم انتخاب سوم. طوری انتخاب کنین که از انجینری کردن نمراتش حداقل گفتیم 10 الی 15 در واقع کم بوده باشه. درست؟ انتخاب سوم فرض کنین اقتصاد بلخ است. اقتصاد بلخ ما میریم کد رشتهش میبینیم دوستان عزیز، از کد رشته ها نوشته میکنیم چند بوده؟ 1282. یعنی کد رشتهش در انتخاب سوم خود درج کردیم. بیم هر عدد را در ستونش پرکاری میکنیم. عدد 1 را در ستونش پرکاری کردیم، 2 را در ستونش پرکاری کردیم، 8 را میم در ستونش پرکاری میکنیم و همچنان 2 را میم در عدد در واقع چی کردیم؟ این انتخاب ما هم خلاص شد. انتخاب چهارم طور انتخاب کنین از اقتصاد بلخ کردن نمراتش کمتر بوده باشه. مثلا اقتصاد سمنگان برین در کد رشته های اقتصاد سمنگان از خود یک کد مشخص داره. مثلا چند بوده؟ 1732. دوستان عزیز بین عدد را قسمی که دیگر را کار کردم در ستونش عدد 1 را پر کنین، عدد 7 را بیاین در اینجا خانه پوری میکنیم. ببینید اینجا هم 7 بود ولی در ستونش نبود، ما پر نکردیم، هر عدد را در ستونش پر میکنیم. درست؟ عدد 3 را بیاین دوستان عزیز در ستونش خانه پوری میکنیم و عدد 2 هم در ستونش. این چه شد؟ انتخاب دومی ما در واقع چهارم ما تکمیل شد و انتخاب پنجم دوستان طور انتخاب کنیم که کمترین نمرات را داشته باشه. درست؟ مثلا یک بخش تعلیم تربیت را انتخاب کردیم، فرض بکنیم تعلیم تربیت چی بوده باشه؟ سمنگان بوده باشه، دپارتمنت ریاضی بوده باشه. کد نمبر داره، میریم کد نمبرش پیدا میکنیم 2948. 2948. بین 2 را در ستونش انتخاب کنین، 9 هم بین دوستان عزیز در ستونش در واقع چه کنین انتخاب کنین، 4 هم بین دوستان عزیز در ستونش انتخاب کنین و عدد 8 هم بین در ستونش در واقع چه کنین انتخاب کنین. بعد از اینکه انتخاب کردین امضا بکنین، امضای ممتحن را بگیرین و در واقع ورق خود به اساتید ممتحنی که در سنه موجود است تسلیم بکنین.
در انتخاب کردن رشته باید ما مراحل ذیل در نظر بگیریم دوستای عزیز و گرامی. ایتو نشوه فامیلا بالای یک شاگردی که مثلا انجینری را دوست داره فامیلش بر از او فشار وارد کنه به هر عنوان میشه تو باید طب بخوانی. درست؟ یک کسی ذوق علاقه داره انجینری بالا از او فشار وارد بکنیم تو حقوق بخوان. شما بگذارین هر کس به هر توانمندی داره، جوانان را بگذارین خودشان تصمیم بگیرن هر ذوقی که دارن دمو در واقع چیکار کنن انتخاب بکنن. اولیش در بحث ذوق علاقه داوطلب هست به رشته چی مربوطه. گزینه دوم ما باید با والدین خود مشوره بکنیم، با اعضای فامیل خود مشوره بکنیم، چقدر ظرفیت داریم با متخصصین مشوره بکنیم و در واقع چی کار کنیم انتخاب بکنیم. و همچنان یک چیز فراموش نکنین، هر کس که در دانشگاه میره میگه من 15 طب انتخاب کردم. دوستان عزیز، طب یک رشته ای است که بالاترین نمره را در مثلا امتحان کنکور افغانستان داره. زمانی که تو 160 سوال خود را حل میکنی اول دقت کو که از این 160 سوال چی میزان سوال حل کردی. اگر تو تانسته باشی از 140 سوال بالا حل کرده باشی و 100% مطمئن بوده باشی، باز میتونی به در واقع از ولایت هایی که نمرات طبشون پایینتر باشه انتخاب بکنین. اما هم مگه تو فکر نکنین که ما طب کامیاب میشیم. درست؟ اما در انتخاب اولتون بسیار دقت کنین. خدای نخواسته که در انتخاب اول کامیاب نشدین، باز شما را بسیار در 15 پایین در واقع چیکار میکنه با شما را کامیاب میسازه، ولی نمرات بالا هم گرفته باشی. در نظر گرفتن 15 هست، بعضی یک ولایت را انتخاب میکنن بعدن به شکل تبدیلی ها بسیار برایشان مشکل ایجاد میشه. لطفاً همو ولایت را که انتخاب میکنی اول تحقیق بکو بعدن انتخاب بکو که دوباره پشیمان نشی. در نظر داشتن تناسب سوالات اینم یادتون باشه، پیشترم اشاره کردم به هر میزانی که سوال حل میکنی با اون میزان تو باید انتخاب بکنی. اگر بالا حل کردی طب، از اون کمتر حل کرده انتخاب اولید انجینری باشه، از اون میزان کمتر حل کرده انتخاب اولید مثلا اقتصاد و کامپیوتر ساینس باشه و حقوق باشه، از اون پایینتر حل کردی. امی شما نظر به میزان حل کرده سوالات شما چیکار بکنین انتخاب بکنین. خب دیگه دوستان عزیز، هر ولایت انتخابش فرق میکنه، ضریب نمراتشان پوینت ها فرق میکنه. مثلا ولایت کابل بیشترین نمرات را داره، مانند هرات و ولایت بلخ و ننگرهار و قندهار و این ولایت هم نمراتشان چی هست بلند است. او هم در واقع چی باشین انتخابش متوجه باشین. و همچنان در نظر گرفتن جذب ظرفیت جذب است. شما زمانی که یک 15 انتخاب میکنید برین ببینین که هر ولایت در رشته خود چقدر شاگرد پذیرش داره جذب کرده میتونه. هر جایی که میزان جذب زیاد بوده باشه با شما میتونین بیشتر او را انتخاب بکنین که کامیاب شین. اگر اونقدر بالای سوالاتون زیاد در واقع چه ندارین، اطمینان ندارین. درست؟ طرز انتخاب رشته هاست. یک کسی که درجه اعلا داره انتخاب ببینین، انتخاب اول، انتخاب دوم، انتخاب سوم، چهارم، پنجم هست. یک کسی که 100% بالای خود اطمینان داره، آموزشگاه خوانده یا کورس خوانده، بالای خود اطمینان کامل داره، میتونه سوالات خود حل میکنه، میگه که من 150 سوال یا 145 سوال حل کردم، میشه انتخاب اول خود چه کار بکنه؟ طب انتخاب بکنه. اما یک کسی که در صورتی که طب علاقمندی داره ولی او زحمتی را که یک شاگرد طب کشیده، مسافری کرده، شبها و روزها زحمت کشیده، در واقع او سوال حل کرده طب انتخاب میکنه. یک کسی که این ظرفیت نداره میگه من هم طب انتخاب میکنم. وقت انتخاب اول خود طب میزنه، ولی اگر نمره متوسط هم بگیره یک وقت میگیریم او را در انتخاب تعلیم تربیت پنجم در واقع چه کار میکنن؟ میندازن. سوالاتتون را که حل میکنین بسیار دقیق بوده باشین در انتخاب اولتون. یا مثلا یک نفر شکایت میکنه که مثلا من 300 نمره گرفتم و الله ما آمدم چی ما کامیاب شدم، اقتصاد کامیاب شدم یا تعلیم تربیت کامیاب شدم. درست است 300 نمره گرفتی، اما طب بلخ 320 نمره ضرورت داشت، 330 نمره ضرورت داشت، در این انتخاب اولت کامیاب نشدی. باز وزارت میبینه در انتخاب دوم مثلا انجینری تو انتخاب کرده بودی، انجینری را 100 نفر 1000 نفر دیگه انتخاب اولی شد، باز برای تو اکثرا انجینری هم داده نمیشه، تو را مستقیم میارن در انتخاب چندم؟ چهارم. دوستان نهایت عزیز و گرامی، کنکوری امیدوار هستم پروردگار عالم همه کنکوریای ما را بر رشته های دلخواهشان موفق بگردانه. دیگه چانس خوب میخوایم. یک چند نکته را شما فراموش نکنین کنکوریای عزیز، سالهای متمادی زحمت کشیدین، رنج کشیدین، دیگه شما از کنکور نترسین. کنکور کدام هیولا نیست، اما سوالاتی است که شما در آموزشگاه ها خواندین، ده ها مراتب با او مواجه شدین. دیگه فشار، استرس این گبارا کاملا از بین ببرین. یا اینکه یک سوال ریاضی، دو سوال ریاضی یا مثلا در بحث کیمیا یا بحث فیزیک محاسباتی مشکل هست، حل کردن نتونستی، زیاد استرس پیدا نکن. خیر است اگر 4 تا 5 تا حل نشد 150 را عمل بکنی، تو میتونی رشته دلخواهت انتخاب
کامیاب شوی. فشار هیچ وقت در واقع چیکار نمیکنه، نتیجه نمیده. خدا کنه این نقطه ما بتونه مؤثر تمام شود. همه دوستای ما که آگاهی ندارن یا اندک آگاهی ندارن در این مورد، در واقع از این برنامه چیکار کنن، استفاده کنن. و همچنان اگر کسای دوستان عزیز در ولایت سمنگان هستین این برنامه را نفهمیدین، میتونن بیان در آموزشگاه قهرمان. در واقع ما رایگان برای شما این معلومات شریک میسازیم. یا کسایی که در کابل هستین، اگر دوستان عزیز میتونین برین در کوټه سنگی آموزشگاه انجینر صاحب شعیب، اساتید مجهز در اونجا وجود داره. بحث کلید تمام نقاط برای شما در واقع رایگان چه کار میکنن توضیح میتن. امیدوار هستم ان شاء الله نتیجه این مطلوب را همه کنکوریا ما بگیرن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.